انتخابی جام آسیا 2026 بین تیم‌های ملی زنانه ادامه دارد و این لحظه ما و شما بازی دوری دوم مرحله انتخابی جام آسیا 2026 را در گروه H تماشا خواهیم کرد که آنجا دسته‌های تاجیکستان و مالایزیا با هم دیگر اندر میدان رقابت خواهند شد. علاقه در گروه H تماشابینان عزیز دسته کره شمالی که دو بازی برگزار کرد در بازی اول توانست که با حساب بزرگی 10-0 مقابل دسته مظفر یابد و چند لحظه پیش در بازی دوری دوم گروهی توانست که باز مقابل فلسطین با حساب بزرگی 10-0 ظفر یابد و به همین ترتیب علاقه دسته کره شمالی راه خود را به قسم نهایی جام آسیا 2026 هموار کرده است که این مسابقه سال 2026 در کشور استرالیا برگزار می‌گردد و به همین ترتیب علاقه گویم تقدیر گروه H حل شده است که اونجا دسته کره شمالی این راه خط را به دست آورد. به هر صورت مبارزه میان دیگر دسته‌ها ادامه دارد، مالایزیا، تاجیکستان، فلسطین که البته هر یک غلبه در این بازی میتواند که باز هم با فایده این دسته ها در ادامه نیز باشد. گرچه که دسته به دوری بعدی نروند اما میتواند که باز امتیازهای ضروری را در رده‌بندی فیفا برای این منتخبات داده باشد. حالا اکنون بازیگران هر دو تیم آمادگی میگیرند بهر به میدان برآمدن. یادآور بشیم که دسته مالایزیا در دور اول توانسته بود که با حساب 1-0 مقابل فلسطین ظفر یابد با یگانه گل فرحیه که در دقیقه 86 بازی توانسته بود که گل غلبه آور را به ثمر رساند. ببینید که علاقه مالایزیا 3 امتیاز دارد و کره شمالی باشد صاحب 6 امتیاز شده است و گرچه اگر امروز مالایزیا تواند که صاحب 3 امتیاز هم بگردد پس ببینید که این دسته میتواند که شماره امتیازش را به دسته کره شمالی برابر کند و در دور اخیر البته حالا معین پسان خواهد شد که یا کره شمالی و مالایزیا کدام به دور بعدی میرد بر شرطی که امروز مالایزیا تواند که مقابل تاجیکستان امتیاز به دست آورد. اما دسته ما در میدان خانگی در حضور مخلصان خویش که در ورزشگاه هستند البته 3 امتیاز را همچنین هیچ گفت توفه نخواهد کرد به مالایزیا. ما نیز تا آخرین لحظه مبارزه خواهیم برد بهر به دست آوردن 3 امتیاز. و هر صورت نتیجه همین بازی میبینیم که باز هم در جایگیرشوی دسته در گروه H نقشی مهم خواهد بازید و گرچه که کره شمالی گفتیم مدعی اساسی برای برآمدن به قسم نهایی است و علاقه نزدیک 90% گویی دسته صاحب راه خط شده است اما به هر صورت حالا هم 100% گفتن نمیتواند که کره شمالی به قسم نهایی مسابقه راه یافته است. حالا اکنون بیاید بازیگران دسته‌های تاجیکستان و مالایزیا رو یک جای استقبال میگیریم که ورود ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه میشوند. پس از به میدان برآمدن بازیگران سرود ملی کشورها را گوش میاندازیم و بعداً باز گزارش مستقیم خویش را از بازی دوره دوم مرحله انتخابی جام آسیا 2026 میان منتخب‌های زنانه ادامه خواهیم داد. Please stand up if you're able to for the national anthem of Malaysia. لطفاً از جای خود برخیزید از سرود ملی مالایزیا صدا بدید.
دوستان عزیز، گزارش مستقیم خویش رو از ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه از بازی دوم مرحله انتخابی جام آسیا 2026 میان منتخب‌های زنانه تاجیکستان و مالایزیا ادامه میدیم. یادآور میشیم که در دور اول تاجیکستان از کره شمالی با حساب 10 بر 0 شکست خورد و مالایزیا باشد در دور اول با حساب 1 بر 0 مقابل فلسطین ظفر یافته بود. اکنون می‌بینیم که در بازی دور دوم دستاوچی نتیجه را به قید خواهند گرفت. البته برای هر دو دسته امروز این بازی مهم است و می‌بینیم که کدام از این دستا می‌توانند که امتیازهای لازم را کسب نمایند. حالا هیئت دسته تاجیکستان روی اکران‌های ما شما پیدا می‌شود که در ادامه من مفصل‌تر اویدی هم تاجیکستان هم مالایزیا هیئت این دسته را به شما خواهم گفت و امروز یادآور می‌شم که در هیئت دسته ما تنها یک بازیگر دروازه‌بان نمی‌تواند که بازی کند. این مرجانه محمدقولوف است که بنابر سبب اصیب امروز به دسته کمک کرده نمیتواند. از هیئت دسته مالایزیا باشد همه بازیگران خوب هستند و میتوانند که امروز به تیم خود در بازی ضد تاجیکستان کمک نمایند. بازی گروه اش البته در کشور ما برگزار شده ایستادند که کنفدراسیون فوتبال آسیا میزبانی این مسابقه را بر دوش کشور ما گذاشته است و بعداً باز ماه اوگوست همچنین در بازی انتخابی جام آسیا میان دسته زنانه تا 20 سال نیز ماس شهر دوشنبه بازی را میزبانی خواهد کرد که آنجا دسته زنانه تا 20 ساله ما بهر راه یافتن به قسم نهایی جام آسیا تلاش خواهد کرد. حالا اکنون بیشتر توجه به هیئت کلانسالان روانه گردیده است و می‌بینیم که امروز این دسته ما چه نتیجه را به قید خواهد گرفت، گرچه که نتیجه آخری دسته زنانه ما بسیار هم بد هستند. ببینید که در دو بازی دوستانه دسته ما ماه فوریه از عربستان سعودی با حساب 4 بر 0 و 3 بر 0 ناکام گردید و باخت بزرگ از دست کره شمالی در دور اول که با حساب 10 بر 0 بود و در سه بازی اخیر ما نمیتوانیم به دروازه رقیبان گل زده و در عموم این اکنون بازی چهارم دسته منتخب زنانه تاجیکستان در سال 2025 می باشد. البته دو بازی که مقابل عربستان سعودی بود آنجا یک مرحله آمادگی بود با همین مسابقه که حالا ما میزبانی کرده ایستادیم و می‌بینیم که اکنون در بازی مقابل مالایزیا این آمادگی ها تا کدام اندازه جدی است، چون که در بازی مقابل کره شمالی که این دسته بسیار هم هیئت پرقوت دارد، گرچه که بعضی از بازیگران اساسی در این دسته نیستند، اما ما خوب در خاطر داریم که حتی بازیگران تو 20 ساله کره شمالی توانسته بودند که در جام آسیا عنوان قهرمانی رو به دست آورند و یکی از منتخب‌های است که کره شمالی هم در سن سال 20 ساله و هم در سن سال کلانسالان آنها نتیجه بسیار هم خوب دارند. حتی دسته در مسابقه جام جهانی آینده میون دسته زنانه حتی اشتراک میکند و تجربه خوب هم دارد. و اکنون میبینیم که امروز مالایزیا و تاجیکستان چه نتیجه را به قید خواهند گرفت. البته دسته مالایزیا نیز در مسابقه جام آسیا تجربه خوب دارد، چون که آنها بارها در این مسابقه اشتراک کردند و همچنین با گرفتن دستاوردهای نویان، گرچه که قهرمان شده است اما دسته مدال برنجی و همچنین چهارم نیز شده است که نتیجه بهترین دسته محسوب شده. اما تاجیکستان باری هم در مسابقه جام آسیا در قسم نهایی اشتراک نکرده است و اکنون می‌بینیم که نتیجه چگونه خواهد بود. بازیگران دسته مالایزیا آمادند که از مرکز میدان بازی را شروع کنند. صدای شکی داور بلند می‌شود و به همین ترتیب گلدختران دسته مالایزیا بازی را شروع می‌کنند. بیاید به هیئت دسته اکنون متوجه میشیم و آغاز میکنیم از هیئت دسته منتخب زنانه تاجیکستان. دروازه‌بان رقم 16 فرهناز خالدارو است. دیگر بازیگران رقم 5 بنظیر جمعخانزاده، رقم 7 مرجانه سعیدова، رقم 8 نیسو عبدالله و رقم 9 آرام نصرالله و رقم 10 کاپیتان دسته سیاره سعیدова، رقم 11 کامیلا رسولova، رقم 15 نیکوبخت خدادادova، رقم 17 حسن روزیگول، رقم روزیگول حسن، رقم 18 شمسیه حسینova، رقم 22 مدینه نونو سیبزوهازاده. سرمربی دسته منتخب بانوان تاجیکستان مبین ارگاشف، متخصص شناخته وطنی، مربی کردان که قبلا در هیئت منتخب تاجیکستان در هیئت دسته گوناگونی وطنی کار کرده است، نتیجه بسیار هم خوب دارد و همچنین حالا به تازگی سرمربی دسته سرازمی پنجکی نیز تعیین شده بود.
ҳайати дастаи малайзия чунин аст. дар дарвоза рақами 23 Нурул Азурин, дигар бозигарон рақами 2 Барек Ҷулиана, рақами 3 Эус Севевана, рақами 7 Ҷагия Ҷумилис, рақами 9 Нур Лиана, рақами 10 капитани даста Стефи Сарҷе, рақами 11 Нур Адриена, рақами 13 Нурфазира Муҳаммад Сани, рақами 15 Интан Сара, рақами 18 Амира, рақами 22 Айнсия Мурод ва сармураббии ин даста аз кишвари Бразилия Жоэл Корнели аст. доварони бозии имрӯза довари асосӣ аз кишвари Ветнам аст. Транзизан дар канорҳо ба кӯмак мекунанд. яке ҳамватанаш Ҳази Фунг ва дигаре бошад аз Тайпеи Чин аст Янг Чен Йен. довари чаҳорум низ аз кишвари Тайпеи Чин аст Янг Шу Тинг. шораи шумо бошад. ман Фаридун Сафарзод ҳастам. мунтахабҳои занонаи Тоҷикистон ва Малайзия тамошобинони азиз бори аввал аст ки бо ҳамдигар рӯбарӯ гардида истоданд ва албатта маълум аст ки дар дақиқаҳои аввал ҳарду даста тоҷои бозии якдигарро хоҳанд омӯхт, гарчанде ки аллакай дастаҳо якбозигӣ дар ин варзишгоҳ доштанд ва бозигарони ин дастаҳо дар варзишгоҳ албатта бозии якдигарро тамошо карданд. аммо дар майдон дигар аст ва ҳамин тавр дақиқаҳои аввал ин бозии озмоишӣ хоҳад буд ва мебинем ки то куҷо акнун дастаҳо мавқеъҳои заифи якдигарро инҷо пайхаст мекунанд ва баъдан дар идома аз ҳамон мавқеъҳо кор хоҳанд гирифт. ҳоло кӯшишҳои бозигарони дастаи мо тобрабои хуби бозигарони дастаи Малайзия инҷо муваффақ намешаванд. аз ҳар як гурӯҳ тамошобинони азиз як дастаи ба қисми ниҳоии ҷомеи осиё роҳ хоҳанд ёфт. ва ҳамин тартиб роҳ ёфтан ба қисми ниҳоӣ бисёра мушкил хоҳад буд. имконият пайдо мешавад барои дастаи мо зарба низ иҷро карда мешавад ва инҷо акнун дифогари дастаи Малайзия ин имкониятро аз байн мебарад. аввалин фурсати бисёрам хуб дар вохир имрӯза онам ба фоидаи дастаи бонувони мо ва бибинед ки чӣ гуна як имконияти хуб буд, аммо бояд қавитар зарба иҷро карда мешуд то туп вориди дарвоза шавад. бисёрам як имконияти хубро аз даст додем дар оғози рақобат ва дар идома босам албатта бозигарони дастаи мо талош хоҳанд кард то тавонанд ки босам чунин фурсатҳоро пайдо кунанд ва тавонанд ки ба задани гол даст ёбанд. кӯшиши навбатии бозигарони дастаи Тоҷикистон бисёрам хуб тавассути канори чап ҳуҷуми дастаҳоро андозӣ карда мешавад. имконият ҳаст, белмутаваҷҷа мешавем, пас низ дода мешавад инҷо аз ҷониби Рӯзигули Ҳасан. як фурсати дигар зарба иҷро карда мешавад ва инҷо акнун бибинед ки дарвозабони дастаи Малайзия чӣ гуна дар ҳолати ногувор мемонад пас аз баргардонидани ҳамин зарба. Нурул Азурин зарбаро баргардонид ва бибинед ки дар ҳамин фурсат дифогари дастаи Малайзия иштибоҳ кард. аз кадом мавқеъ бозигари дастаи мо зарба зад? бисёрам як зарбаи худ ва инҷо дарвозабон ба паҳлӯи дарвоза бархӯрд, аммо мебинем ки осеб набардоштааст. бисёрам як зарбаи хуб буд аз ҷониби Рӯзигули Ҳасан. ду фурсатро маҳз худи Рӯзигули Ҳасан инҷо ба миён овард. бисёрам хуб дар оғози рақобат бозӣ карда истоданд гулдухтарони мо. андаке осеб гирифтааст дарвозабони дастаи Малайзия. ёри тиббӣ ҳоло ба ӯ расонида мешавад. дар аввалин иштироки худ Малайзия дар ҷоми осиё соли 1975 мавқеи чаҳорумро ишғол карда буд. баъдан соли 1980 онҳо мавқеи шашумро ишғол карданд. соли 1983 беҳтарин натиҷаи даста аст ки дар Таиланд онҳо зинаи сеюмро касб карданд. ва баъдан соли 1986 даста дар марҳилаи гурӯҳӣ иштирок кард. ба ҳамин тартиб соли 1993-95 низ даста дар марҳилаи гурӯҳӣ буд. соли 1999-2001 низ Малайзия дар марҳилаи гурӯҳӣ баромад кардааст дар ҷоми осиё. ва мебинем ки пас аз соли 2001 дигар Малайзия наметавонад ки аз марҳилаи интихобӣ ба марҳилаи ниҳоии ҷоми осиё роҳ ёбад. яъне давоми 24-25 соли охир Малайзия дигар наметавонад ки ба қисми ниҳоии ҷомеи осиё роҳ ёбад. ҳоло яке аз бозигарони дастаи Малайзия начандан хуб худро эҳсос карда истодааст. инҷо зарбаи кунҷӣ ҳам ҳаст ба фоидаи дастаи мо ва мебинем ки дар ин ҳолат чӣ шуд ки ин бозигар худро бад эҳсос мекунад. дар ҳамин фурсат бибинед ки чӣ гуна зарба аз ҳамин мавқеъ зада шуд, чӣ гуна дарвозабон бартараф кард ва ба паҳлӯи дарвоза низ бархӯрд. ва дар ҳамин фурсат бисёрам хуб бозӣ мекунад аз ҳайати дастаи мо Мадина Муносиб Шозода ки бисёрам хуб инҷо пайдо кард Рӯзигули Ҳасанро ва ӯ бошад зарбаро иҷро намуд.
حالا با بازیگر آسیب دیده کمک رسانیده میشد، گرچه که اینجا طبیبان با کمک دروازه‌بان اومدند و میبینیم که در همین فرصت باز یکی از بازیگران دیگری دسته مالزی خود را بد احساس میکند و یاری تیمی حالا با او رسانیده میشود. مالزی باری هم در مسابقه جام جهانی میانی دسته زنانه اشتراک نکرده است، گرچه که در جام آسیا دسته بارها اشتراک کرده است. بازیگری که آسیب گرفته است اینجا اینتان سارا است. بیرون از میدان با او طبیبان کمک میکنند و اولین ضربه کنجی باشد در آخرین امروزه اجرا کرده می شود. از کنار راستی میدان تو با بازی در آورده می شود. باید متوجه بشیم به همین فرصتی که اولاد دارند بازیگران دسته ما. داور اجازه میدهد پرتاب به داخل جریمه گاه. اینجا اولین شده به توپ رسیدند دفاعگران دسته مالزی و باز اینجا توپ از میدان بیرون می شود و باز هم ضربه کنجی به فایده دسته ما است. در آغاز رقابت فشار خیلی هم زیاد است به نیمه میدانی دسته مالزی از جانب خوبانی ما. این بعد ضربه کنجی با بازیگزاری توپ را به بازی در آوردند بازیگران دسته ما. مرجان سعیدова بود که اونجا با هم دسته دیگرش پس داد. فرهناز سورم خوب با توپ از بینظیر و پیش حرکت میکنند بازیگران دسته ما با پاسهای کوتاه و اکنون اینجا بینظیر اشتباه میکنند. هجوم دسته مالزی را اندازی کرده میشود. فرصت حالا پیدا میشود برای خوبانی مالزی. پرتاب اجرا کرده شد و برطرف میکنند اکنون بازیگران دسته ما. ببینید که در همین گونه اشتباه چگونه رقیب تموسه است که هجومی سری وقتی خود را راه اندازی کند. و همین خاطر باید بازیگران ما کوشش کنند که در میدان اشتباه نکنند. در چنین حالتایی که اشتباه کردن البته اونجا هیچ ممکن نبود که بازیگر دسته ما توپ را نه به هم دستش بلکه به رقیب پس داد. فرصت پیدا میشود برای خوبانی مالزی. ضربه بسر یک ضربه دیگر و اینجا اولین ضربه آنها جانب دروازه ما اجرا کرده میشود، اما بلندتر از دروازه توپ میدان را ترک میکند. آن حیاتی که در بازی با کره شمالی اوبین ارگشف با میدان برآورده بود امروز نیز با همین حیات مقابل مالزی با میدان برآمد. یعنی یگان تغییرات در دسته ما دیده نمیشد. فرصت پیدا میشد برای دسته ما. امکانیت است برای زدن گل و ببینید که در همین فرصت چگونه دروازه‌بان دسته مالزی این حالت رو برطرف میکند. نورول ازورین بسیار هم فرصتی خوب بود برای مرجان سعیدова. سرم با صورتی بلند و پیش حرکت کرد. اینجا دفاعگر دسته مالزی خود را گم کرد. خطا پاس داد به سمت دروازه‌بان، اما در همین فرصت ببینید که اندکی دیگر اگر مرجان صورتش رو بلند میکرد میتوانست که اولین گل دسته ما رو هم در بازی امروزه و هم در بازی‌های مرحله انتخابی جام آسیا 2026 به ثمر رساند. یک فرصتی خوبی گلزنی دیگر رو از دست میدیم. الکی میبینیم که در 10 دقیقه بازی چگونه فرصت‌های خوبی گلزنی نسبت به دسته مالزی از جانب دسته ما بیشتر است. فشار زیاد است. سرم خوب بازی کرده است بازیگران دسته ما با پاس‌های کوتاه. مرجانه بسیار هم خوب توپ رو میگیرد در نزدیک پای دفاعگر دسته مالزی. پرتاب اجرا کرده میشد. فرصت هم هست و باز هم یک شانسی خوبی گلزنی رو از دست میدیم. این بعد موفق نمیشود در همین فرصت. نیکوبخت خود داد و یکی از بازیگران خوبی منتخب زنانه کشوری ما محسوب میشود نیکوبخت و در همین فرصت ببینید که مرجانه چگونه فاولانه پاس داد، اما درست‌تر پای خود را گذاشته نتوانست نیکوبخت. یک فرصت خوبی گلزنی دیگر از بین می رود. باید از چنین فرصت‌ها استفاده بود.
алакай тамошобинон азиз ва қисми ниҳоии ҷоми осиё 2026 гирифтем дар кишвари австралия баргузор мегардад. алакай австралия ба ҳайси мизбон рохати ин мусобиқаро ба даст овардааст ва дар ин қатор се дастаи дигар низ ба монанди австралия ба таври автоматӣ рохати худро ба даст оварданд. яке чин аст ки соли 2022 унвони қаҳрамониро ба даст оварда буд. дигаре Кореяи Шимолӣ аст ки соли 2022 дар ҷоми осиё дар финал бозӣ карда буд ва дигаре Ҷопон аст ки мавқеи семро ишғол карда буд. яъне се дастае ки ҷоиза доранд дар ҷоизадори мусобиқаи гузаштаи ҷоми осиё мебошанд. чин қаҳрамон, Кореяи ҷанубӣ ба ҳайси финалист ва Ҷопон бошад бо гирифтани медалҳои биринҷи. яъне ин се даста низ ба монанди австралия алакай рохатро ба даст оварданд ва танҳо як даста ҳоло аз марҳилаи гурӯҳӣ пеш аз молат тавонист ки рохати худро ба қисми ниҳоии ҷоми осиё таъмин кунад. ин дастаи мунтахаби занонаи Бангладеш аст ки аз гурӯҳи си ин даста алакай тавонист ки рӯзи 2 июл рохати худро ба даст орад. яъне Бангладеш аввалин дастае аст ки аз марҳилаи гурӯҳӣ бозиҳои интихобӣ рохати худро ба ҷоми осиё 2026 ҳамвор намуд ва ин мунтахаб бори аввал аст ки дар таърихи худ тамошобинони азиз дар ҷоми осиё иштирок мекунад. манзурам дастаи мунтахаби Бангладеш аст ки яъне дебют мекунад дар мусобиқае ки соли 2026 дар австралия баргузор мегардад. аз 1 то 21 март ҷоми осиё 2026 дар австралия сурат мегирад. 12 даста дар мусобиқа ширкат хоҳанд кард ва ҳоло бубинед ки 34 даста дар бозии интихобӣ талош хоҳанд кард ва аз миёни 34 даста бубинед ки танҳо ғолибони гурӯҳҳо метавонанд ки роҳи худро ба қисми ниҳоии мусобиқа ҳамвор кунанд. зарба ба хати ҳамла. инҷо аввалин шуда дифоъгарони дастаи Малайзия ба тӯб мерасанд. ҳуҷуми дастаи Малайзия бисёрам хуб бо сурати баланд пеш ҳаракат мекунанд. дар ҳамин фурсат бояд дарвозабон аз мавқеи хеш берун барояд. фурсат пайдо мешавад барои дастаи Малайзия. бо тӯб аст инҷо Интан ва бисёрам хубакун дифоъгарони дастаи мо бозӣ мекунанд ва ин ҳолатро аз байн мебаранд. дар ҳамин фурсат бисёрам фаъолона бозӣ мекунад Ором Насруллоева. Ором Насруллоева оромона тавонист ки ҳамин ҳолатро аз байн бибарад. ҳоло яке аз бозигари дастаи мо ва яке аз бозигари дастаи рақиб худро баъд эҳсос мекунанд. бибинед ки чӣ гуна инҷо Нисо Абдуллоева ва ҳамчунин Айнсия Мурад бо ҳамдигар бархурд доштанд. мухлисон низ ҳастанд имрӯз дар варзишгоҳ. гарчанде ки шуморашон кам аст, ангушшумор ҳастанд, аммо будани онҳо дар варзишгоҳ албатта то ҷое шояд барои бозигарони дастаи мо як рӯҳияи тоза низ дар майдон бахшад. ёри тиббӣ расонида шуда истодааст ба бозигарони осебдида. ҳашт даста пас аз бозиҳои интихобӣ ки ғолиби гурӯҳи хеш мегарданд ва ба 8 гурӯҳ 34 дастае ки ба 8 гурӯҳ ҷудо шуданд, танҳо 8 дастаи ғолиби гурӯҳҳо роҳи худро ба қисми ниҳоии мусобиқа ҳамвор мекунад. ва дар умум 12 даста дар мусобиқа иштирок мекунад. кӯшиши бозигарони дастаи Малайзия.
فرصت پیدا می شود. امکانیت هست برای بازیگران دسته مالزی. ضربه هم زدن بشود و توپ با پالوی دروازه برمیخورد. اینجا ببینید که چگونه یک حالت خوبی گلزنی پیدا شد برای بازیگران دسته مالزی. یکی از بازیگران ما خود را بد احساس میکند و بیاید به همین فرصت متوجه میشیم که چگونه اینجا پاس داد به همدسته خود جاکیا جومیلیس و بعداً ضربه که اجرا کرده شد از جانب نورفزیره محمد تو باشد به پهلوی دروازه برخورد. اولین حالت خطرناک برای تیم ما از همین فرصت بود که بازیگران دسته مالزی حالا آن را البته گرچه که ضربه را اجرا کردند و اینجا پهلوی دروازه توانست که به دسته ما کمک کند تا توپ وارد دروازه نگردد، چون که الکی اونجا ما دیدیم که دروازه‌بان امکانی برگردانیدن ضربه را نداشت. یوری تیبی به بازیگر آسیب دیده ما رسانیده می شود. در فوتبال زنانه منتخبی که بیشتر موفق است در آسیا این دسته چین محسوب می شود. نوکراته قهرمانی مسابقه محسوب می شود و به همین ترتیب منتخبی که به قسم نهایی مسابقه نیز راه می‌یابند و بعدا آنها می توانند که در مسابقه تو به مرحله نیم نهایی رسند و البته نتیجه خوبتر را نشان بدهند. پس حتی آنجا دسته بهترین راحت اشتراک در المپیاد سال 2028 رو نیز پیدا خواهند کرد. فرانوز خال داره و ضربه او به مرکزی میدان. البته فرانوز حالا جوان است و بارها ما کارنامه خوبی را در هیئت منتخبی تاجیکستان در سن سالهای گوناگون در چمپیونات کافا دیدیم و حالا اکنون می‌بینیم که بار اول است که با حیث دروازه‌بان اساسی منتخب کلان سولان در میدان است. قبلا در دروازه ما سیوره سیدова بود که با دستبند کاپیتانی به میدان می‌آمد. حالا سیوره دروازه‌بانی رو بس کرده است و در بازی امروزه با حیث نیم محافظتگر در میدان هنرنمایی کرده است. بنظیر جمعه خانزاده از توپ را به بازی می‌درآورد. بسیار هم خوب، توپ را با خوبی بازیگران دسته ما فرصت هم پیدا می شود، اما می‌بینیم که اینجا از رقیب گذشته نمی‌تواند. در همین فرصت روزیگلی حسن و مرجان سیدова تو همین لحظه بسیار هم خوب هنرنمایی کرده ایستادند و در آغاز رقابت مس همین دو چهره بودند که امکانیت‌های خوبی گلزنی را به میان آوردند با یکدیگر فهمی خوبی خود در خط حمله. دوباره بازیگران دسته ما امکانیت است، از پای میافتد اینجا مرجانه. داور اشاره میکند که قاعده بازی ویران شده است. نه، اینجا اشاره کرده است که از اوت باید تو به بازی درآورده شود. در همان حالت دیدیم که چگونه مرجانه از پای افتید، اما داوری ویتنامی به هیچ قاعده ویران کنه اینجا اشاره نکرد. اکنون این بعد اشاره میشد که قاعده بازی ویران شده است. بیاید به همین فرصت متوجه میشیم که در حالت نوبازی بوده است بازیگری دسته ما. قاعده ویران کنی از حالت نوبازی بوده است. 20 دقیقه بازی پس سر می شود تا هنوز حساب در بازی بین دسته منتخب تاجیکستان و مالزی کشیده نشده است. گرچه که هر دو منتخب فرصت خوبی گلزنی داشتند تا همین لحظه ها. از اوت به بازی درآورده می شود از جانب اسیوانا.
از آوت به بازی در آورده می شود. باز هم آوت با فایده دست مالزیا. پرتاب به داخل جریمه‌گاه، اینجا برتر هم میکنند دفاعگران دست ما. پایده بازی ویران کرده شد در همین موقع. از پای افتید بازی گلی حسن. قبلا مدینه فوزیلووا و کرینا میرزویوا از زمره بازیگران خوبی منتخب بانوان ما بودند، اما میبینیم که دیگر این چهره ها دامی سال اخیر در هیئت منتخب کشوریمون نیستند. گرچه که مدینه فوزیلووا حالا بیرون از وطن، یعنی در امریکا قرار دارد، آنجا در هیئت کدام باشگاه نیست باشگاه هوسکار بازی میکند، اما کرینا میرزایی باشد در کشور است، اما شاید به هیئت منتخب دعوت نگردیده باشد که در بازی اشتراک کند یا سیب دارد، البته معلوم نیست، اما حالا در ورزشگاه بازی را از نزدیک تماشا کرده است. یک فرصت دیگری خوب اینجا پیدا می شود برای مرجانه سیدووا. بسیار فعالانه در خط حمله بازی کرده است مرجانه، اما باید باز هم فعالتر باشد تا آن امکانیت‌هایی که همدست‌ها برای او زحمت کشیده فراهم آورده استودند تواند که آنها را خوب استفاده کند، که البته به فایده دسته باشد. سیارا سیدووا کاپیتان دسته ما سالیان زیاد است که این چهره در هیئت منتخب زنان کشور بازی میکند. حالا باری اول است که اکنون به حیث نیم محافظتگر رو در میدان هنرنمایی کرده است. از آوت به بازی در آورده می شود. متخصص برزیلی سرمربی دسته مالزیا اینجا شاگردان خود میفهماند که باید چگونه از عکس الهجوم کار گیرند و میبینیم که بیشتر حالا در اداره کنی توپ دسته ما فعال است، بیشتر هجوم رو دسته ما راه اندازی کرده است و امکانات خوبی گلزنی نیست و همین لحظه است برای بازیگران دسته ما به میان آمده است. و اگر ما از فرصت های خوبی خود استفاده میکردیم، حالا حتی ببینید که حالا 3-4 امکانات بسیار خوبی گلزنی رو داشته دست پروران مبین ارگاشف. بهترین نتیجه که منتخب زنانه ما دارد این در مسابقه کاف است. سال 2018 دسته ما توانست که مدال های برنجی را بگیرد و سال 2022 باشد دسته ما موقع چهارم را اشغال کرده بود. آرام نصرالله و در نزدیک توپ است. از همین موقع توپ رو به بازی می‌درآورد از ضربه جریمه‌ای. داور اجازه می‌دهد. این اکنون ضربه بود، پس بود، هیچ ما نفهمیدیم. شاید خواست که آرام نصرالله و ضربه مستقیم جانب دروازه از همین مسافت روان کند، اما درست‌تر دروازه تیم منتخب مالزیا را به نشان گرفتن نتوانست. توپ را داشته میگیرد اکنون در همین لحظه فرهناز، پس میدهد به هم دسته دیگری خود.
مالایزیا در بازی آخری خود یعنی در 7 بازی آخرش 13 گل به دروازه رقیبان زده، 5 غلبه، 1 مساوی، 1 باخت هم دارد. در 4 بازی آخر مالایزیا شکست ناپذیر است. در این میان آنها بوتان را شکست دادند در سال 2025 و همچنین پیروزی بر امارات متحده عرب بود و بعداً مقابل فلسطین. و یگانه باختی که دسته در سال 2025 دارد این از دستی گونگ بود که با حساب 2-1 شکست بود. یعنی در 5 بازی که برگزار کرده است در سال 2025 در 2 بازی اخیر گل سر نمیدهد، 1 باخت و 4 غلبه پای هم دارد. دسته ما باشد در سال 2025 اکنون بازی 4 خود را برگزار کرده است و در 3 بازی گذشته 17 گل از داخلی دروازه گرفته، یگان توپ به دروازه رقیبان زده نتوانسته بود. فرصت پیدا می شود، ضربه نیز اجرا کرده می شود و باز هم موفق نمیگردند بازیگران دسته ما. امروز تا همین لحظه طالع بازیگران دسته ما بلندی نکرده است تا توپ را به دروازه تیم مالایزیا زنند. فرصت ها هستند، امکانیت ها هستند، ضربه ها نیست هستند، اما میبینیم که توپ به دروازه وارد نمی شود. اشتباه پاس میدهد اینجا نورفزیره محمد از سایت دسته مالایزیا. بسیار هم خوب با توپ است اینجا آرام نصراللهیوه. در مرکز میدان توپ را صاحب میشوند بازیگران دسته مالایزیا. در بازی با فلسطین دیدیم که چگونه مالایزیا آرامانه بازی میکرد تا به آخر کوشش کرد و آنها حتی توانستند که در دقیقه 86 گل غلبه آور را به ثمر رسانند که آنجا فرحیه بنتی مهد رضوان مؤلف یگانه گل شده بود و همین بازیگر که در خط نیم حافظه هنرنامه میکند حالا در هیئت ذخیروی دسته مالایزیا است. یعنی امروز گرچه که در هیئت تاجیکستان دیگرگونی ها نیست، اما در هیئت مالایزیا نوبسته از بازی اول تغییرات دیده می شود. مخصوصا بلد که مؤلف یگانه گل این تیم در بازی گذشته با فلسطین امروز در هیئت ذخیروی قرار گرفته است. و البته شاید با سرمربی دسته بعضی از بازیگران خوبی خود را در ذخیره نگاه می‌دارد تا البته آن را بیشتر خسته نگرداند و در بازی اخیر مقابل کره شمالی البته بازی بسیار مشکل خواهد داشت مالایزیا. الکی در بازی مرحله گروهی در دور انتخابی پس از آنکه که 29 بازی برگزار شد 153 گل دسته به دروازه یکدیگر زدند و با 5 گل پیاری خاخا از سایت هندوستان بهترین نشانزن است. ایسا عبداللهیوه توپ را به بازی خواهد در آورد. حالا بازی گروه سی برگزار نشده در دور انتخابی. همچنین در گروه بی هندوستان با کسب 9 امتیاز، تایلند با کسب 9 امتیاز در زینه یکم و دوم متناسباً موقع گرفتند. عراق، تیمور شرقی، مغولستان نیز در این گروه هستند. در گروه سی بنگلادش الکی خط را به دست آورد. میانمار، بحرین و ترکمنستان باشد الکی شانس را از دست دادند. در گروه دی تایپه چین با کسب 6 امتیاز پیشگام است.
در گروه ای باشد ویتنام 6 امتیاز دارد و در مقام اول است. در گروه اف باشد نپال اولو پیش صف است، گرچه که ازبکستان علاقه در بازی اول با حساب 10-0 شریلانکا را شکست و حالا بازی دوم خود را برگزار نکرده است. در گروه جی باشد فیلیپین با 6 امتیاز پیشگام است. در گروه اش کره شمالی با کسب 6 امتیاز پیش صف است. البته کره شمالی بسیار هم یک رقیبی نوباب هم برای مالایزیا هم برای تاجیکستان هم برای فلسطین در همین گروه است که بسیار هم یک هیئتی مکمل دارد و مبارزه بردن مقابل این دسته دیده است پیچیدگونه برای منتخب دشوار نیز آورده است. دسته ما 10 تا از داخلی دروازه گرفت و به همین ترتیب فلسطین نیز 10 تا از داخلی دروازه در بازی مقابل کره شمالی گرفت. منتخبایی که یک میزبان و دیگر جایزه داری مسابقه قبلی جام آسیا میباشند در گروه نیستند و به این ترتیب آنجا از گروه سی آغاز می شود و این دسته ها علاقه راحت خود را به دست آوردند. هجوم دسته مالایزیا بدون نتیجه اینجا بسیار هم خوب بازی میکنند بازیگران دسته ما. توپ رو گرفتن از دسته مالایزیایی ها. از او توپ رو به بازی می‌دارد آرام نصراللهیوا. همین لحظه از جهت اموری از جهت بازی بسیار هم خوب دست پروران مبین ارگاشف در میدان فرق کرده است. تنها باید فرصت را استفاده برد تا گل زد که این امور را باز هم خوبتر و بهتر شود. در دور آخر مرحله گروهی تاجیکستان با فلسطین و مالایزیا با کره شمالی بازی خواهد کرد. قاعده بازی ویران کرده می شود. صدای اشتکی ترانزی زن از کشور ویتنام بلند می شود. سایورا سایدوا توپ را به بازی می‌دارد. مسافه نه چندان دور است. بسیار هم یک فرصتی خوب هست برای دسته ما. باید متوجه میشیم که چگونه از همین فرصت استفاده میکند اکنون. سایورا دوباره اجازه میدهد. ضربه مستقیمی سایورا و اندک بلندتر. بسیار هم ضربه خوب بود اما اندک بلندتر از تیر دروازه تو میدان را ترک نمود. هجومی دسته مالایزیا توسط کنار چپ میدان بسیار هم خوب با سرعت بلند به پیش حرکت میکند. اینجا بازیگر این تیم ایوسوانا موفق نمیگردد. 10 دقیقه دیگر تا انجام قسم اولی بازی باقی مانده است تا هنوز حساب در بازی میان منتخب‌های زنانه تاجیکستان و مالایزیا شده نشده است. شمسیه از توپ را به بازی می‌دارد. توپ در اختیار بازیگران دسته مالایزیا است. توسط کنار چپ هجوم این دسته را اندازی کرده می‌شود و اینجا ببینید که در نزد پای بازیگر این تیم چگونه خوب هنرنمایی کرده توپ را دور می‌کند. ایسو عبداللهیوا. شمسیه
درست‌تر هم دست خود را پیدا کرده نتوانست. فرصت پیدا می شود برای دست ما. پس داده شد اما راست به دست دروازه‌بان. روزیگل حسن در همین فرصت اندکی سراسیمه شد. در همین فرصت ببینید که چگونه قاعده بازی رو ویران کرده است بازیگر دسته مالایزیا. در رازی تو بس باز اینجا سیاره سیدوا پرتابی از ضربه جریمه به داخلی جریمه گاه. اولین شده به توپ اینجا بازیگران دسته مالایزیا رسیدن. هجوم دسته تاجیکستان بسیار هم خوب با توپ است اینجا مرجانه باید با صورت بلند و پیش حرکت کند. بسیار هم خوب با پاس کوتاه به پیش میروند بازیگران دسته ما. قاعده ویران کنی نیست. کوشش نوبتی بازیگران ما پس به کنار چپی میدان و در همین فرصت میبینیم که موفق نمی شود. آرام نصرالطلایeva از اوت به بازی در آورده می شود. فرهناز خالدار و از دروازه توپ رو به بازی می‌دارد. در مرکز میدان خود بازی ویران کرده شد مقابل نیمو فیصدگری دسته مالایزیا. قاعده بازی رو ویران کرد اینجا مرجانه سیدوا. اکثر بازیگران دسته منتخبی ما در حیات دسته زبونیسای دوشنبه برآمد میکنند. استفی سرام خوب اینجا به هجوم میگذارد بازیگر دسته ما و ببینید که چگونه دغلانه قاعده بازی بیرون کرده شد و اولین کارت زرد نیست از جای داوری امروزه بیرون کرده می شود و نشان داده می شود به استفی سارجی به کاپیتان دسته مالایزیا. سرام دغلانه قاعده بازی رو بیرون کرد و کارت زرد را باشد حق و حلال گرفت. در همین فرصت ببینید که چگونه روزیگل حسن با صورت بلند و پیش حرکت میکرد و چگونه او را با همین قاعده ویران کنی باز داشتند بازیگران دسته مالایزیا. صدای شکی داور بازی بلند می شود. نافهم اینجا سر می زند میانی بازیگران میانی
روزیگولی حسن و نوریل ازورین دروازه‌بان دسته مالزیا. بازی ادامه می‌یابد. ضربه نورول تا به مرکزی میدان می‌آید. فرصت هست برای دسته مالزیا. توسط کاندور راست جیمین ها را اندازی کرده می‌شود. به زودترین فرصت این حالت رو برطرف کنند دفاعگران ما. فرهناز زود توپ رو به بازی می‌دارد از دروازه و این اشتباه رو ببینید که چگونه اشتباه میکند بازیگری دسته ما. کامیلا رسولووا یا نیسا عبداللهیوا بود که به این اشتباهی کودکانه راه داد و اولین ضربه کنجی رو کار میکنند بازیگران دسته مالزیا. باید به اولین ضربه کنجی دسته مالزیا متوجه میشویم. پرتاب به داخل جریمه‌گاه، ضربه به سر اجرا کرده میشود و پلوتر از دروازه تو میدان رو ترک میکند. بسیار یک فرصتی خوب بود برای دسته مالزیا اما موفق نگردیدند. فشار بیشتر شده است از جانب دسته مالزیا در دقیقه اولی قسمی بازی. فرصت پیدا می شود توسط کنار چپ با توپ است اینجا ایوسوانا. دوستان پس داده می شود امکانیت هست برای بازیگران دسته مالزیا. اجازه نمیدهند دفاعگران ما تا آنها با آسانی وارد جریمه‌گاه کردند. ضربه دومی کنجی را اجرا میکنند بازیگران دسته مالزیا. این بعد از کنار چپ. یک دقیقه دیگر باقی مونده است تا انجام قسم اولی بازی. توجه میشیم که چند دقیقه علاوه کرده خواهد شد. حالا اینجا دوبار کوشش کرده است که بازیگران هر دو دسته را فهماند که در داخل جریمه‌گاه همدیگر فهمی داشته باشند تا اجازه دهد دفاعگر دسته مالزیا این سیاه مراد توپ را به بازی در آورد. توپ را داشته میگیرد اینجا با جایشی بلندی خود فرهناز خالدارova. باز هم توپ را سوی میشوند بازیگران دسته مالزیا. توجه میشیم که چند دقیقه به قسم اول ضم کرده می شود. پنج دقیقه به قسم اول بازی علاوه کرده می شود. باید متوجه میشیم که در 5 دقیقه علاوه نموده دوباره به قسم اولی بازی
دستات و کدام اندازه موفق میشوند که به دروازه یک دیگر گل زنند. بازیگران مالایزیا از اوت برو به بازی درآوردند. ضربه به مرکزی میدان. تلاش‌های روزیگولی حسن بهری دریافتی توپ که موفق نگردید. بسیار خوب. اکنون به هجوم می‌گذارند بازیگران دسته ما توسط کناری چپ. روزیگولی حسن اینجا از پای افتید. پای دوران کنی البته مقابلی او نبود چون که خود از پای افتید و به همین خاطر این فرصت از بین رفت. بسیار خوب بازی میکنه در همین فرصت مدینه. و تو به سالو نیکوبخت یک امکانی خوبی گلزنی او هم داشت اما درست‌تر آن را استفاده برده نتوانست. کوشش بازیگران دسته ما توسط کنار راست دسته به هجوم میگذارد. حالا اینجا بی‌نظیر تلاش کرد، فرصت هم پیدا میشود و توپ را داشته میگیرد اکنون نورول ازورین. مرجان سعیدова در همین فرصت موفق نگردید. لوسیب گرفته است دروازه‌بان دسته مالایزیا در همین برخوردی که با مرجان داشت. باید از لحظه تکرار متوجه میشیم که چگونه پس از آن حالتی که توپ رو داشته گرفت نورول ازورین دروازه‌بان تیم مالایزیا بعدا اونجا برخورد داشت با این دروازه‌بان مرجان سعیدова حمله‌گری دسته ما. بازیگری که از سایت تیم ما خیلی فعالانه بازی کرده است این روزیگولی حسن است. 21 سال دارد و در ایتی دسته زیبونیسو بازی میکند. اکثر بازیگران منتخب تاجیکستان این بازیگران دسته زیبونیسو میباشند. لیلا حلیمова یکی از بازیگران دیگری بود که ما در ایتی منتخب تاجیکستان میدیدیم. در 26 بازی 4 گل نیز به ثمر رسانیده است. اما او را نیز دیگر ما در ایتی دسته ندیده ایستادیم. در این میان مدینه فوزیلova را گفتیم. مرجان فیض‌اللهova یکی از بازیگران دیگری که بود. فرصت پیدا میشود برای دسته مالایزیا. باید متوجه میشن و همین حالت باید در زودترین فرصت این حالت رو برطرف کنند دفاعگران دسته ما. و اکنون تو از داخل جریمه زده بیرون کرده می شود و ضربه دیگری که است بدون نتیجه. بسیار یک فرصتی خوب پیدا شد برای مالایزیا که توسط کنار چپ هجومی دسته را اندازی کرده شد با هنرنمایی جالبی جاگیا جومیلیس. اما دیدیم که در آخر دفاعگران ما توانستند که توپ را زده از داخل جریمه بیرون کنند. کوشش نوبتی بازیگران دسته مالایزیا. ضربه فرهناز به مرکزی میدان بسیار ضربه استوار بود. توپ هنوز هم در اختیار بازیگران دسته مالایزیا است. بیشتر توجه خود را به خط حمله کرده استودان. اکنون اینجا مالایزیایی ها تلاش دارند که به تنفس بو برتری برند اما بازیگران دسته ما به این اجازه نمیدهند. آنها نیز در نوبت خود کوشش کرده هستند که با برتری به تنفس روند. فرصت هست برای مرجانه اینجا از دو نفر گذشت و بعدا توپ را از دست داد. کوشش نوبتی بازیگر دسته مالایزیا موفق نگردید.
وقتی لومانودای دوور از اینجا خاتمه یافته است و شاید پس از همین هجومی که دسته ما دارد صدای اشتکش رو بلند کند. بله همین طور می شود ترانزی زن صدای اشتکش رو از انجام قسم اولی بازی میونیم منتخبای زنان تاجیکستان و مالزیا بلند میکند. قسم اولی بازی بدون گل 0-0 خاتمه یافت. هم تاجیکستان هم مالزیا بازی بهترین خود را نشان دادند. بازیگران ما نیز فرصت خوبی گلزنی داشتند اما موفق نگردیدند. اکنون تنفس میکنیم و میبینیم که در قسم دوم میتوانند که بازیگران ما فرصت خود را استفاده کنند یا نه. ما را همراه کنید. Us from the roar of the fans to the stare of the game's greats. Football teaches us how to live with integrity, discipline, and respect. Every match is a test, not just of skill, but of character. This is part of the game too, because true champions don't just play hard. They play clean, on the pitch, and beyond it. It's our responsibility to protect the game.
Dil icap. Geldi Habibcan söyleme. دوستان عزیز برمیگردیم با قسم دویمی بازی میان منتخب‌های تاجیکستان و مالایزیا با ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه. در هیئت دسته مالایزیا در آغاز قسم دوم می‌بینیم که تغییرات انجام داده می‌شود و با جای استفی سارجه با جای کاپیتان دسته وارد میدان می‌شود. اینجا دفاعگر دیگر سیتی نورفزا. این یگانه تغییرات در قسم دوم است. حالا بازیگران دسته ما از مرکز میدان شروع نمودند نیمه دومی بازی را با توپ بازیگران دسته مالایزیا. می‌بینیم که از این فرصت چگونه استفاده خواهند کرد. با پاس کوتاه به پیش می‌روند و اینجا اکنون باید زود از این اشتباه استفاده برده بازیگران ما این حالت رو برطرف کنند. همین طور هم می‌شود و می‌بینیم که اکنون عقب نشینی می‌کنند اینجا بازیگران دسته مالایزیا. بیایید هیئت تاجیکستان را اکنون به شما در آغاز قسم دوم آشنا سازم. در هیئت دسته ما تغییرات نیست و از دروازه شروع میکنیم. رقم 16 فرانداز خالدار و دیگر بازیگران رقم 5 بینظیر جمعه خانزاده، رقم 7 مرجان سعیدова، رقم 8 نیسو عبدالله و رقم 9 آرام نصرالله و رقم 10 سیاره سعیدова، رقم 11 کامیلا رسولova، رقم 15 نیکوبخت خداداد و رقم 17 روزی گلی حسن، رقم 18 شمسیه حسینova، رقم 22 مدینه مناسب شازاده، سرمربی دسته مبین ارگشف. در هیئت دسته ما تغییرات نیست. در هیئت دسته مالایزیا باشد یک تغییرات هست. به جای استفی سارج وارد میدان شد رقم 5 سیتی نورفزا. هیئت این دسته چنین است. در دروازه رقم 23 نورول ازورین، دیگر بازیگران رقم 2 جولیان بارک، رقم 3 اوس سویوانا، رقم 7 جاگیا جومیلیس، رقم 9 نور لیانا، رقم 5 سیتی نورفزا، رقم 11 نور ادریانا، رقم 13 نورفزیره محمد، رقم 15 اینتان ساره، رقم 18 امیره، رقم 22 اینسیا مراد، سرمربی دسته جوئل کورنلی متخصص برزیلی. در قسم اول بازی تماشاگران عزیز دسته منتخب ما بسیار یک بازی خوب نشان داد. در آغاز رقابت تیم ما توانست که بیشتر فشار آورد، توجه را به خط حمله کرد و حتی ما یک چند فرصت خوبی گلزنی هم داشتیم که آنجا امکانیت ها مخصوصا دو امکانی خوبی گلزنی برای روزی گلی حسن بود، یک فرصت دیگر برای نیکوبخت خداداد بود که میتوانست با یک پایگذاری درست او را به دروازه مالایزیا روان کند و در این میان همچنین فرصت ها بودند برای مرجان سعیدova. یعنی در قسم اول دسته ما بسیار یک بازی خوب نشان داد، نوبسته از اون بازی که ما در بازی مقابل کره شمالی در قسم اول بسیار یک بازی بد داشتیم. اما میبینیم که در این میان الکی در
давоми یک دو روزی تنفس مربی با بازیگران باز هم بیشتر کار کردند و توجه بازی دسته ما باز هم بهتر گردیده است. البته کره شمالی گفتیم که یکی از منتخب‌های است که در فوتبال زنانه بسیار هم هیئتی خوب دارد. دسته است که دیده استیم کلکای در دو بازی مرحله گروهی با دروازه رقیبان 10 گلی به جواب می‌رساند. در دور اول با دروازه ما و در دور دوم با دروازه فلسطین. مالزیا که در دور اول فلسطین رو شکست داده بود، تا این لحظه دیده استیم که در برابر منتخب ما اندکی البته بازی ضعیفتر نشان داده است. برتری به فایده دسته ما است. فرصت‌ها و شانس‌های خوبی گلزنی نسبت به دسته مالزیا بیشتر با جانب دسته ما هستند و همچنین در دورکنی توپ و از لحاظ ضربه و جانب دروازه یکدیگر نیست. دسته ما اندکی برتری دارد از تیم مالزیا. حالا توپ به بازی درآورده می شود از جانب جولیانا. تلاش میکند اینجا نورول. پس به خفا فرصت هست برای بازیگران دسته مالزیا. پرتو به داخل جریمه‌گاه. اینجا اول شده به توپ میرسد دفاعگر دسته ما. فرصت ها پیدا میشوند برای خوبان مالزیا و توپ رو داشته میگیرد اکنون فرهناز خلدارова. در مرکز میدان قاعده بازی ویران کرده می شود. تو با بازی درآورده می شود اکنون. در آغاز نیمه دوم ما بیشتر فعال بازیگران دسته مالزیا را دیده استودیم که بیشتر توجه خود را اکنون اینجا به خط حمله روان کردن. تو برای خوبی دفاعگران دسته ما اینجا نباید اشتباه کرد. نیسو عبداللهیوا تو را از داخل جریمه‌گاه زده بیرون میکند. از او تو برای بازی می‌دارد. اوسلوانا کادیوس در حیاتی دسته سلنگور بازی میکند و 20 سال دارد. لاتینو بازی اینجا به قید گرفته شد. اکثر بازیگران دسته مالزیا در چمپیونات داخلی بازی میکنند و اکثر آنها در حیاتی دسته سلنگور هستند و در این میان باز در حیاتی دسته کلنا یونایتد، پاهانگ و دروازه‌بان باشد نورول ازورین که 25 سال دارد در حیاتی دسته ولازنیا بازی میکند در چمپیونات آلبانیا یعنی در اروپا. بازیگران دسته ما باشند بیشترشان از حیاتی دسته زیبونیسو هستند. زود از اوتو با بازی درآورده می شود از جانب بازیگران دسته مالزیا، اما اینجا اندکی سراسیمه شدند و میبینیم که داور نیست به همین خاطر کارت زرد نشان میدهد. اینجا با بازیگر دسته ما نشان میدهد که با کامیلا رسولووا که برای از اوت با بازی درآوردن بازیگران مالزیا اندکی مانعی ایجاد کرد. فرصت پیدا می شود برای دسته مالزیا و اکنون در همین فرصت فرهناز خلدارova بسیار هم خوب بازی می کند و می بینیم که توپ رو چگونه داشته می گیرد. فرهناز بسیار هم خوب از موقعش بیرون شد. اینجا دیدیم که چگونه اولین شده پیش از بازیگران مالزیا به توپ رسید. خیلی هم خوب بازی کرده است از دروازه‌بان دسته ما و امیدوارم که تا لحظه اخیر چنین بازی خواهد کرد. البته ما اینجا رو بحث کردیم و امیدوارم که تا اخیر به همین واسه ما پابرجا میماند و دروازه‌اش رو از گل می نگاه می‌دارد. آرام نصراللهیوا از همین موقع اکنون پس از قاعده ویران کنی که بود توپ رو به بازی می‌دارد.
فرصت پیدا می شود برای دسته ما با توپ از مرجانه، پس هم داده می شود و اینجا موفق نمی گردد کامیلا. کوشش بازیگرانی دسته مالزیا با سرعت بلند و پیش حرکت می کند بازیگر این تیم. با توپ را به خوبی دیگر باره مالزیایی ها و در این فرصت می بینیم که نیسو عبدالله و بسیار خوب بازی می کند و توپ را زده از میدان بیرون می نماید. جولیانا بارک از توپ را به بازی می درآورد. 23 سال دارد و در حیاتی دسته صباح بازی می کند. جولیانا فرصت پیدا می شود برای مالزیایی ها و باز هم فرهناز خالدار و فاول است و می تواند که توپ را داشته گیرد. نسبت به دیگر گروه هایی که هست در مرحله انتخابی، گروهی دسته ما البته نسبتا گروهی است که اونجا منتخبای پرقوتر هستند. هم مالزیا، هم کره شمالی، هم فلسطین البته منتخبایی هستند که بسیار یک هیئت مکمل دارد. مخصوصا کره شمالی یکی از منتخبایی است که حتی در قطار چین و کره جنوبی و ژاپن شاید از زمره مدعیان بهره قهرمانی در جام آسیای سال 2026 باشد. با شرطی که آنها از گروه و قسم نهایی سراول راه یابند. ببینید اگر چندی که حالا دسته کره شمالی الکای صاحب 6 امتیاز است، یگان توپ از داخل دروازه نگرفته است، 20 توپ دروازه رقیبان زده است در همین گروه. مالزیا یعنی 3 امتیاز دارد و اگر امروز مالزیا تواند که مقابل تاجیکستان غلبه کند، پس این دسته نیز شماره امتیازش را به 6 عدد میرساند و یک بار اگر به شرطی که آنها باز در بازی دور اخیر با کره شمالی یک رود آنها پیروزی به دست آورند، صاحب 3 امتیاز گردند، پس ببینید که مالزیا از گروه میبرد. یعنی در فوتبال همه چیز شدنش ممکن است. اگر تاجیکستان مالزیا رو شکست بدهد، پس کره شمالی الکی نوبسته از بازی دوره اخیر مستقیما پس از بنگلادش دومین دسته خواهد شد که به قسم نهایی جام آسیا 2026 میان منتخبای زنانه راه مییابد. حالا به غیر از دسته میزبان استرالیا و جایزه داران فعلی جام آسیا یعنی چین قهرمان، کره جنوبی برنده مدال‌های نقره و ژاپن برنده مدال‌های برنجی، همچنین اولین شده در بازی مرحله گروهی بنگلادش توانست که به قسم نهایی مسابقه روی خود را هموار کند. و اگر امروز تاجیکستان تواند که مالزیا را شکست بدهد، پس شانس برای کره شمالی پیدا می شود و آنها روی خود را به قسم نهایی مسابقه هموار می کنند. در این میان ببینید در گروهی حالا بازی برگزار نشده است. در گروه بی باشد هندوستان پیشگام است. در گروه سی یعنی در گروه بی هندوستان و تایلند از زمره مدعیان هستند. در گروه سی باشد بنگلادش الکی روی خود را هموار کرد که آنجا نسبتاً با منتخب‌های ضعیف‌تر بود، میانمار، بحرین و ترکمنستان. می‌رفت که چگونه یک گروهی آسان گذر. و اگر دستمون در همین گروه می بود، پس ما شانسی بسیار خوب داشتیم برای راه یافتن به قسم نهایی جام آسیا، برای تاریخ سازی که ما بار هم در این مسابقه اشتراک کردیم و میتونستیم که راه خود را هموار کنیم. در گروه دی باشد تایوان از زمره مدعیان است. در گروهی باشد ویتنام. اینجا هم البته یک گروهی هست که آنجا نچندان منتخبای قوی هستند. در گروه اف باشد نپال و ازبکستان. ازبکستان هم الکی در بازی اول با دروازه رقیب 10 گل به جواب زد. نپال باشد در دو بازی دایر کرده 17 گل به جواب با دروازه رقیب زد. یعنی این دو منتخب حالا تلاش کرده است. در گروه جی باشد فیلیپین. در گروه اش باشد کره شمالی از زمره مدعیان محسوب می شود. و اصلا گروهی مشکل گذار ما است، همین گروهی که منتخب ما است. کره شمالی و مالزیا نیز منتخب‌های که هستند که هیئتی بسیار خوب دارند. در این میان فلسطین نیز گرچه که
در بازی با مالزیا شکست خورد، در بازی با کره شمالی شکست خورد، اما این دسته نیز البته بازیگرانی خوب دارد. دسته ما نیز بازیگرانی بسیار خوب دارد. پس از اون تغییراتی که البته در ایتی دسته شده است، البته امیدوار هستیم که در آینده نیز نتیجه خوبتر و بهتر در فوتبال زنانه خواهد شد. حالا با هجوم میگذارند بازیگران دسته مالزیا، برطرف میکنند دفاعگران ما. کامیلا ضربه به نیمه میدان، توپ در میدان نگاه داشته می شود. ارتفتی نیسو به خط حمله، اینجا با سرعت بلند به پیش حرکت میکند. روزی گل، اما میبینیم که نورالازورین در زبان دسته مالزیا از موقعش بیرون می شود و توپ رو باشد زده از میدان بیرون میکند. بنظیر از توپ رو به بازی می‌دارد و در همین فرصت ببینید که از توپ به بازی درآورده میشد، توپ باشد به پای بازیگر ما زده از میدان بیرون میشود. یعنی او در همین فرصت یگان فونکسیا رو اجرا نمی‌کند، باید توپ رو درست‌تر قپد، باید بر اولین رسیش به توپ اونجا هجومی دست رو راه اندازی کند، اما او همین خیلی زود از توپ به او میرسد و از میدان بیرون میشود. کوشش بازیگران دسته مالزیا، ضربه اجرا کرده می شود از جانب سارا. پرتو به داخل جریمه‌گاه و اینجا برطرف میکند همین حالت رو فرهناز خالدورова. ضربه کنجی به فایده دسته مالزیا، 2-2 می شود اکنون شماره ضربه کنجی. و در همین فرصت ببینید که چگونه جولیانا بارک توپ رو پرتاب کرد به داخل جریمه‌گاه و اگر به توپ نمی رسید اینجا اولین شده فرهناز خالدورova، پس امکانیت بود برای بازیگران مالزیا، چون که دو بازیگر در خفای دروازه‌بانی ما اینجا آماده بودند که با سر توپ رو به دروازه تیم ما روان کنند. باید متوجه بشیم به ضربه کنجی دومی دسته مالزیا که اون رو از کنار چپی میدان اجرا میکند. نورفزیره محمد پرتافتی و به داخل جریمه‌گاه، فرصت پیدا میشود برای خوبان مالزیا و خوشبختانه اکنون توپ رو داشته میگیرد فرهناز خالدورova. هرچند که اینجا اعتراض میکنند خوبان مالزیایی که توپ با یکی از دفاعگران دسته ما به دستشان اختراش در داخل جریمه‌گاه رسیده است، اما چنین نبود. چنین میبود داور نیست این حالات رو پیخست میکرد، چنین نیست که داور نیست خاموش است. توپ را به خوبی بازیگران دسته منتخب تاجیکستان و در این فرصت موفق نمیشود سیوره سعیدووا. کوشش‌های بازیگران دسته مالزیا توسط کنار راستی میدان، جولیانا بارک پرتافتی به داخل جریمه‌گاه، فرصت پیدا می شود و باز هم اکنون ضربه کنجی اینجا به فایده دسته مالزیا خواهد بود. فشار خیلی هم زیاد شده است و جانب دروازه ما از جانب خوبان مالزیا. البته چنین حمله پای هم چنین فشارهای زیاد عاقبت خوب نیز نخواهد داشت. یا ما باید از عکس الهجوم استفاده برده رقیب را جزا بدیم و یا پس از این حمله پای هم رقیب نیز میتواند که البته ما را جزا بدهد. قاعده بازی بیان کرده شد از جانب اینتان سارا. پس از آنه که استفی سارج ترک میدان کرد کاپیتان دسته مالزیا، حالا ما ببینیم که دستبند کاپیتانی در دست اینتان سارا است. در همین فرصت با برخورد داشت سیوره سعیدووا و از پای افتید. اما از مقابل او قاعده بازی ویران کرده شد. بسیار هم خوب.
قبل از مبین ارگاشف یوسف ربیف سرمربی منتخب بانوان تاجیکستان بود و حالا اون که مبین ارگاشف باعث سرمربی تعیین گردیده است. می‌بینیم که یوسف ربیف نیز اینجا در پهلوی مبین ارگاشف باعث یاردمچی کار کرده است. توسط کناری راست هجومی دسته مالزیا با توپ است اینجا نور ادریانا و موفق نمی‌شود با این پرتافته که داشت. زیر راهنمایی یوسف ربیف تیم منتخب زنانه تاجیکستان 7 بازی برگزار کرده است. پیش از او ایلدار رحمانوف بود که 4 بازی بود و سلیمان بابوکالانوف باشد. اما بیشتر زیر راهنمایی همین مربی منتخب زنانه کشور بازی کرده است که 17 بازی اونجا به قید گرفته شده است. 5 غلبه، 1 مساوی و 11 باخت. پایده بازی بیرون کرده شد از جانب سیتی نورفایزه، بازیگری که در آغاز قسم دوم به میدان برآمد و با اون نیز کارت زرد نشان داده میشه. ببینید در قسم اول استفی سارجی کارت زرد گرفته بود، کاپیتان دسته مالزیا، و در آغاز قسم دوم را از میدان گرفتند و اون نفری که با جای او به میدان برآمد و اکنون باز کارت زرد دوم را در واخر امروزه میگیرد که این سیتی نورفایزه است. توجه به مرجانه سعیدова است که در همین گونه فرصت و فاول است. سیاره سعیدова باشد کاپیتان دسته ما از ضربه جریمه توپ را به بازی خواهد درآورد. پرتاب به داخل جریمه‌گاه، بسیار پرتابی خوب، فرصت هم هست و اینجا اکنون می‌بینیم که بوموشت اولین شده به تو میرسد در دروازه‌بان دسته مالزیا نورول ازورین و در همین فرصت توپ را درست داشته گرفته نمی‌تواند سیاره. در مسابقه قبلی جام آسیا میان منتخب‌های زنانه که در هندوستان برگزار شده بود از 20 ینور تا 6 فوریه 12 دسته اشتراک کردند. چین بار نهم عنوان قهرمانی را به دست آورد. کره جنوبی باشد نشانه نقره را گرفت. ژاپن باشد نشانه برنجی. در همان مسابقه کره شمالی اشتراک نداشت، مالزیا اشتراک نداشت، تاجیکستان اشتراک نداشت و فلسطین اشتراک نداشت. یعنی 4 دسته که حالا در همین گروه هستند، هر 4 این دسته نتوانسته بودند که از مرحله انتخابی تا به مرحله نهایی مسابقه راه یابند. پرتاب به داخل جریمه‌گاه برطرف میکنند دفاعگران دسته ما. یک فرصت دیگری ضربه‌زنی پیدا میشود برای بازیگران مالزیا، اینجا پاس داده میشود و ضربه که اجرا کرده میشود اکنون پلوتر از دروازه تو میدان را ترک میکند. اصلا دسته که بیشتر اشتراک کرده است در مسابقه جام آسیا این تایلند، کره جنوبی، چین و ژاپن محسوب میشوند. تغییرات اینجا انجام داده میشود. از سایت دسته تاجیکستان ترک میدان میکند بینظیر جمعه خانزاده و با جای بینظیر میبینیم که بازیگر تحت رقم 20 به میدان میبراید شکرانه استویبه. جای دفاعگر حمله‌گر و میدان میبرد. مبین ارگاشف توجه را بیشتر به خط حمله میکند. از سایت دسته مالزیا باشد بازیگر تحت رقم 6 وارد میدان میشود و تحت رقم 13 میدان را ترک میکند. یعنی نورفزیره محمد ترک میدان میکند و به جای باشد ازل
кинули вориди майдон мешавад. Жулиана Барек, Нур Лиана موفق نمیشود. توپ را به خوبی بازیگران دسته ما، پس به خط حمله و اینجا اکنون توپ نمیگذارد از دفاعگر دسته مالزی. اگر تصور کنید که توپ میگذشت چگونه یک فرصتی خوب پیدا میشد برای منتخب بانوانی ما. هجوم دسته منتخب تاجیکستان بسیار هم خوب، موفق نمیگردد در همین فرصت روزیگولی حسن. سال 2018 وقتی که اردن میزبان مسابقه بود میان منتخب‌های زنانه، آنجا ببینید که 8 دسته اشتراک کرده بودند. یعنی دوام 2 سال اخیر شماره دسته زیاد گردیده است، 4 دسته زیاد گردیده است. قبلا دسته کمتر بودند و مثلا اگر ما باز مسابقه پیشتر رو ببینیم، یعنی سال 2014 رو ببینید که آنجا نیز 8 دسته بود. و آنجا ژاپن اولین عنوان قهرمانی رو به دست آورده بود. سال 2010 باشد 8 دسته اشتراک کرد، استرالیا غالب گردید بار اول. سال 2008 8 دسته اشتراک کرد و کره شمالی بار سوم عنوان قهرمانی رو به دست آورد که این آخرین عنوان قهرمانی کره شمالی در جام آسیا است. منتخبی که در یک گروه با دستای تاجیکستان، مالزی و فلسطین است. و ببینید که این دسته 3 مرتبه عنوان قهرمانی رو به دست آورده است در مسابقه جام آسیا میان دسته زنانه. آخرین مرتبه سال 2008 بود و پس از سال 2008 دسته تا دیگر در بازی نهایی نیز اشتراک نکرده بود. فرصت پیدا شد برای دسته ما اما موفق نگردیدند و همچنین 3 مرتبه دسته در فینال بازی کرده است. بهترین نتیجهش در مسابقه جام جهانی فوتبال زنانه سال 2007 است که دسته تو به مرحله چهارک نهایی راه یافته بود و در این میان سال 2011 و 1999 و 2003 در مرحله گروهی اشتراک کرده است. در بازی المپیک 2 مرتبه اشتراک کرده است، سال 2008 و 2012. آخرین دستاوردی خوبی که در جام آسیا داشت سال 2010 بود که دسته به فینال برآمده بود و به این ترتیب داومی 15 سال می شود که کره شمالی در قسم نهایی جام آسیا موفق نیست. سال 2001 وقتی که مسابقه در تایوان برگزار شده بود، یعنی منتخب زنانه جام آسیا، آنجا شماره دسته ها زیاد 14 دسته بود که کره شمالی اولین عنوان قهرمانی خود را به دست آورده بود. سال 1999 وقتی که در فیلیپین جام آسیا برگزار شد، آنجا شماره دسته 15 عدد بود که چین عنوان هفتم قهرمانی را به دست آورده بود. فرصت پیدا می شود برای دسته مالزی، پرتاب اجرا کرده شد، امکانی زدن ضربه نیز پیدا می شود و ببینید که چگونه اکنون اینجا برطرف کردن دفاعگران دسته ما. یعنی خلاصه نهایی این است که سالهای پیش گرچه که در بعضی مسابقه شماره دسته زیاد بود اما در اکثر مسابقه 8 دسته اشتراک کردند و حالا اکنون در 2 سال اخیر می‌بینیم که باز هم بر رشد و رونق فوتبال زنانه در آسیا بیشتر توجه ظاهر کرده می شود و کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز شماره دسته را زیاد کرده است و اکنون حالا
اون منتخبایی که در مسابقه قبلی میتوانند که قهرمان گردند، در فینال بازی کنند و یا جای سوم را اشغال کنند. پس در مسابقه نوبتی الکی آنها به طور اتوماتیک در قطار تیم میزبان رخت را به دست میارند و دیگر دستا باشد. ببینید که اکنون 34 دسته دیگر بهری 8 رخت در 8 گروه تلاش خواهند کرد. یعنی رخت گرفتن به قسم نهایی جام آسیا که مثلا منتخب ما بوره هم اشتراک نکرده است. اگر ما رخت گیریم این خود یک تاریخ سازی می شود. آیا با مانند اون که بنگلادش توانست که اولین بار رخت خود را به دست آورد و حالا گرچه که این منتخب نتیجه خوب هم نشان ندهد در این مسابقه، اما راه یافتن به قسم نهایی این خود شاید برای آنها یک دستاورد هم باشد. کامیلا رسولووا خود را بد احساس میکند. به او کمک کرده است تا آمدن طبیبان مدینه مناسب شوزاده. تا هنوز حساب در بازی میان دستای تاجیکستان و مالزی گشوده نشده است. طبیبان اکنون کمک میکنند اینجا به کامیلا رسولووا. بینرگاشوف و یوسف ربیف باشد از همین فرصت استفاده برده و بعضی از بازیگران دستمون میفهمونند که باید چگونه همین گونه فرصتایی که هست باید آن را استفاده کرد. ببینید اگر ما امروز هم اون فرصت‌های گلزنی که داشتیم استفاده میکردیم، پس حالا شاید 4-5 گل به دروازه مالزی زده بودیم. اما میبینیم که طالع دسته ما بلندی نکرده است که از همین فرصت‌ها توپ رو به دروازه مالزی زنیم. 15 دقیقه دیگر تا انجام وقت اساسی باقی مانده است. تغییرات در دسته مالزی، بازیگر تحت رقم 8 وارد میدان می شود. فراهیه بینتی مهد ریدزوان، بازیگری که در واخوری مقابل فلسطین گل غلبه را به ثمر رسانیده بود و او در میدان اکنون عوض میکند عین سیاه مراد، بازیگر تحت رقم 22 را. Substitution for Tajikistan. Player number 11. تغییر دارد تاجیکستان. بازیگر رقم 11 رسول کامیلا. زرینه سفرزاده از سایت دسته ما وارد میدان می شود و در میدان عوض میکند کامیلا رسولووا را. کامیلا بنابر همین حالتی که بود اندکی آسیب گرفت و اکنون او به طور اجباری عوض کرده می شود. یکی از بازیگرانی که اولین گل منتخب مالزی را در بازی انتخابی جام آسیا به ثمر رسانید اکنون وارد میدان می شود و ببینیم که این بازیگر که در بازی با فلسطین در دهه آخری بازی گل زده بود، حالا اکنون در بازی مقابل تاجیکستان باز چگونه بازی خواهد کرد. فرصت پیدا می شود برای دسته ما، امکانیت است، باید این را استفاده برد و اکنون اینجا ببینید که به جای پاس داده شود و هم شانس است. مرجانه با توپ است، یک نفر را میگذارد، پرتاب اجرا کرده می شود و اکنون الکی دروازه‌بان توپ را داشته میگیرد در همین فرصت. بسیار یک شانس خوب بود مخصوصا برای مرجانه، مخصوصا برای روزی گل، اما دیدیم که آنها اندکی سراسیمه شدند و نتوانستند که همین فرصت رو استفاده کنند. فرصت ها زیاد هستند، امکانیت گلزنی هستند، اما استفاده برده نشده است. بسیار یک بازی خوب نشان داده است ما مقابل دسته مالزی که این دسته البته بارها در جام آسیا اشتراک کرده است، اما آخرین اشتراک آنها در مسابقه این سال 2001 می باشد. یعنی دوام 25 سال اخیر مالزی دیگر از مرحله انتخابی و قسم نهایی مسابقه راه یافته نمی تواند.
در 5 بازی آخر خود مالایزیا به دروازه رقیبان 10 گل زده است. 4 غلبه 1 باخت، باختم از هنگ کنگ بود و در 4 بازی آخر خویش پای هم غلبه به دست آورده است. دسته ما باشد در 3 بازی اخیر، یعنی در سال 2025 بازی رو گفته استادم که مالایزیا 5 بازی داشت، ما باشیم 3 بازی 17 گل از دروازه گرفته، یگان توپ به دروازه رقیبان نزده ایم. وضعیت استانداردی برای دسته مالایزیا در نزد توپ است جولیان بارک. باید متوجه میشویم. داور کوشش کرده است که بازیگران هر دو تیم رو آرام سازد. داور اجازه میدهد پرتاب به داخل جریمه‌گاه، اول نشته به تو میرسد اینجا. بازیگر دسته ما و مقابل خود بازیان ویران کرده شد. دهه آخری بازی شروع می شود. 10 دقیقه دیگر تا انجام وقت اساسی بازی باقی مانده است. این بازی دور دوم مرحله انتخابی جام آسیا 2026 میان منتخب زنانه در گروه H است که تا هنوز تاجیکستان و مالایزیا نمی توانند به دروازه یکدیگر گل زده. در 10 دقیقه اخیر هم تاجیکستان هم مالایزیا اکنون تلاش خواهند کرد تا با یک امتیاز قناعت نکنند و 3 امتیاز رو به دست آورند. همین فرصتی که بود برای روزیگولی حسن، دیدیم که از 2 نفر گذشت و اینجا میتوانست که یک بار پاس بدهد. توجه دیگر بازیگران را جلب کرده به مرجانه، اما چنین نکرد و این حالت نیز از بین رفت. از اوتو بازی در آورده می شود. جولیان بارک دستی به هم دستش، دیگر برای پس به جولیان پرتافته می شود. دوباره به خوبی بازیگرانی دسته ما فعال بود در همین فرصت. نیکوبخت هجومی دسته منتخب تاجیکستان بسیار هم خوب با سرعت بلند و پیش حرکت میکنند. اینجا بازیگر تیم ما از چند نفر گذشت. روزیگول حالا توپ رو در میدان نگاه می‌دارد روزیگول و موفق نمی‌گردد. بسیار هم فعالانه بازی کرده است روزیگولی حسن، بسیار هم فعالانه بازی کرده است مرجان سعید و اسایتی دسته ما در خط حمله. اما آن همه فعالی که آنها امروز دارند باید با گل آن را باز هم ثابت سازند، توانند که 3 امتیاز اول را برای تیم ما در این مسابقه به دست بیارند. فرصت پیدا میشود برای دسته ما، با صورتی بلند و پیش حرکت میکند مرجانه. زود باید وارد جریمه‌گاه شد، اما بینید که توپ رو بیشتر در اختیار خویش نگاه می‌دارد و چنین پس اشتباه هم انجام میدهد. مرجانه سعیدوه دیگر برای پس به سمت مرجانه. فرصت برای مرجانه، اما اونجا دوباره کناری بیرقچه خود رو بالا برداشته است که او در حالت نوبوزی است. در رده‌بندی فیفا میان دسته زنانه در موقع 102 است مالایزیا. بهترین نتیجه است این رده‌بندی در موقع 69 بود که اون هم سال 2003 بود.
اولین بازی بین المللی خود را مالزی مقابل زلند نو برگزار کرده است 27 آگوست سال 1975 در هنگ کنگ که آنجا با حساب 3-0 زلند نو توانسته بود است که مالزی را شکست بده. از همه حساب بزرگی که مالزی رقیب را شکست داده است این 31 یولی سال 2016 بود در میانمار که با حساب بزرگ 13-0 مالزی مقابل تیمور شرقی پیروزی به دست آورده بود است. و از همه حساب بزرگی که مالزی از رقیب شکست خورده است این 7 نوامبر سال 1999 در فیلیپین بود که تایپی چین با حساب بزرگ 16-0 مقابل مالزی پیروزی به دست آورده است. و در این میان سال 2005 25 می در مالزی در کوالالامپور میانمار با 16 گل به جواب مقابل مالزی ظفر یافته است. نه مراتب در جام آسیا اشتراک کرده است مالزی میان منتخب‌های زنانه. البته بهترین نتیجه سال 1983 است که دست صاحب نشانه برنجی شده بود. دسته ما باشد در رده‌بندی فیفا در موقع 155 است. بهترین نتیجه سال 2017 بود که ما در موقع 99 بودیم. اولین بازی بین المللی را منتخب زنانه تاجیکستان با قرقیزستان 28 فوریه سال 2017 برگزار کرد در الماتا که با حساب 1-1 خاتمه یافت. از همه حساب بزرگی که منتخب زنانه تاجیکستان پیروزی به دست آورده است این سال 2018 13 نوامبر در هیسور مقابل سینگاپور بود که با حساب 6-0 تیم ما غالب آمد. حالا کوشش بازیگران دسته مالزی و از همه حساب بزرگی که ما داشتیم تماشاگران عزیز سال 2018 17 آگوست در اندونزیا بود که آنجا با حساب بزرگ 16-0 از کره شمالی شکست خوردیم. بعدا با همین حساب همچنین دسته ما سال 2018 ماه آگوست یعنی پس از 3 روزی باخت از کره شمالی باز با همین حساب از تیم چین شکست خورده بود. 2 مرتبه با حساب 16-0 مغلوب شدیم که این حساب بزرگی است که دسته ما باخت روبرو شده است. و همچنین بعدا باز باختی که از کره شمالی بود با حساب 10-0 رو نیز اینجا میتوانیم یادآور هم شویم که این نیز از قطار از همه حساب بزرگی که دسته زنانه ما رو به باخت نیاورده است. ضربه کنجی به فایده مالزی باید متوجه بشویم. از کنار چپ میدان فرحیه توپ را به بازی خواهد درآورد. پرتاب اجرا کرده می شود فرانوس خالدارова و اینجا یک در هم بر همین نیز بود و خوشبختانه بازیگران ما زده توپ را از میدان بیرون میکنند. بهترین نتیجه که منتخب زنانه تاجیکستان دارد سال 2018 در مسابقه کاف بعد از آوردن نشان نقره است. بعد از آوردن نشان برنجی نشان برنجی است که ما در همان مسابقه که در ازبکستان برگزار شده بود از 23 تا 1 دکامبر در بازی اول قرقیزستان را شکست دادیم. در بازی دوم از ازبکستان با حساب 11-0 ناکام گردیدیم و در بازی دیگر از ایران با حساب 4-1 شکست خوردیم و به همین ترتیب صاحب مدال های برنجی شدیم. تغییرات در حیاتی دسته مالزی انجام داده می شود. نور ادرینا ترک میدان می کند به جای او وارد میدان می شود. هنریتا جاستینه حمله‌گر همچنین به جای
نور لیانا وارد میدان می شود. نور سیافیکا عبیدین یک نیم محافظتگر و یک حملهگر رو به میدان میبرد. ژوئل کورنلی و اکنون ببینید که ضربه از همین مسافه اجرا کرده شد و فرهناز خالدار و توپ رو داشته گرفت. فرهناز امروز خیلی هم خوب بازی کرده است، البته با اون سین جوانی که دارد. ببینید که امروز گرچه که در بازی اول 10 توپ از داخل دروازه گرفت، اما امروز دروازه‌اش رو از گل تا همین لحظه مینی گل داشته است. یک دقیقه دیگر تا انجام وقتی اساسی بازی میانی منتخب‌های تاجیکستان و مالزی باقی مانده است. زود از توپ را به بازی می‌دارد. اینجا زرینه سفرزاده تلاش بازیگران دسته ما پرتاب به داخل جریمه، اما کسی نیست که از همین فرصت استفاده کند. نورول ازورین ضربه او به مرکز میدان. اکنون تلاش خواهند کرد بازیگران دسته مالزی. سورم خوب اینجا این حالت رو اولین شده برطرف میکند. دفاعگر دسته ما کوشش بازیگران دسته منتخب تاجیکستان توسط کنار چپ مرجان پسیو به قفا. فرصت هم اینجا پیدا میشود و اکنون دوباره اشاره میکند که اینجا قاعده بازی رو بیرون کرد دست بازیگری دسته ما. مدینه مناسب شاهزاده ترک میدان میکند و به جای او تخمینه بهرام وارد میدان میشود. تغییرات نوبتی در هیئت منتخب تاجیکستان. چند ثانیه دیگر باقی مانده است تا انجام وقت اساسی بازی. Substitution for Tajikistan. Tajikistan. Their number 22. اکنون متوجه میشم که داور چند دقیقه به وقت اساسی بازی زم میکند. یعنی 5 دقیقه زم کرده شد به مانند اونه که در قسم اول نیست 5 دقیقه داور اضافه کرده بود. در عموم بیش از 100 دقیقه امروز منتخبای تاجیکستان و مالزی در میدان بازی میکنند. 5 دقیقه دیگر میتواند برای هر دو منتخب 5 دقیقه باشد که آنها اکنون بوس هم بیشتر توجه خود را به خط حمله میکنند. دسته که البته میخواد صاحب 3 امتیاز گردد، پس بیشتر در میدان تلاش خواهد کرد. اگر ببینید که بازی با نتیجه مساوی خاتمه یابد، پس بوس هم اینجا شانسی به دور اولا فرصت پیدا میشود برای دسته مالزی و گل است تماشابینان عزیز. و گل است تماشابینان عزیز. هنریتا جاستین بازیگری که چند لحظه پیش به میدان برآمده بود اینجا توپ را تسلیم دروازه تیم ما میکند. فرصت های زیاد داشتیم، امکانات های زیاد داشتیم برای زدن گل، آنها را استفاده برده نتوانستیم. دسته مالزی دسته که در بازی با فلسطین نیز در لحظه اخیر غلبه را به دست آورده بود، حالا اکنون در بازی با تاجیکستان ببینید که آنها میتوانند که گل خود را به ثمر رسانند. تغییراتی که سرمربی انجام داد اینجا کار میدهد و ببینید که باز با چگونه اصلا خرسندی میکنند دختران مالزی. باید به همین فرصت متوجه میشویم. سطح روی کاپیتان دسته را گرفتن نتوانستند. دفاعگران دسته ما اینجا در موقع خالی بود. هنریتا جاستین و در همین فرصت ما دیدیم که شمسیه حسینووا باید در همین حالت نمیگذاشت که اینتان سره از او گذرد. اینتان باشد مؤلف پسی گل آور می شود. دروازه‌بان نیز در موقع خود نبود و تو ببینید که سرمربی آنها متخصصی برزیلی نیز از این گل چگونه خوب استقبال میگیرد. یعنی این اکنون شهادت از این میدهد که مالزی میتواند که شماره امتیاز خود را با کره شمالی برابر کند و در دور اخیر که مالزی با کره شمالی بازی میکنند و این بازی روز 5 ایول صورت میگیرد. فلسطین با تاجیکستان و همین ترتیب کره شمالی و مالزی در دور اخیر به مانند یک بازی فینالی با هم دیگر بازی خواهند کرد که البته اونجا گرچه که شانسی کره شمالی بیشتر است، اما دسته که اونجا غالب میگردد میتواند که
روی خود را و قسم نهایی مسابقه هموار کند. اکنون اینجا دافع میانی بازیگران هر دو دسته سر میزند. بسیار عصبی هستند بازیگران تیم ما پس از همین حالتی که وقت کشی کرده استودند بازیگران دسته مالزیا. و ببینید که با کاپیتان دسته مالزیا در میافتد. اینجا روزیگولی حسن بود فکر میکنم. یا شمسیه بود. کی بود؟ شمسیه حسینова. بازیگری که ماس صدر روی کاپیتان دسته مالزیا گرفته نتوانست و او توانست که پسی گل انجام بدهد و گل بشود. اکنون اینجا در میافتد با کاپیتان دسته مالزیا. صفایش رو اداره کرده نمیتواند. بازیگر آسیب دیده اولو از میدان گرفته می شود. کارت زرد نشان داده می شود اینجا به شمسیه حسینова که اولین کارت زرد برای بازیگران تیم ما است. و داور نیز اکنون اشاره میکند که باید آرام باشد بازیگر دسته ما. البته این باخته که اولو تا همین لحظه خوبانی ما به خط گرفته است یک باختی علام‌آور خواهد بود. ببینید که امروز ما چگونه شانس‌های خوبی گلزنی داشتیم، چگونه امکانیت‌ها بودند برای مرجانه سعید و برای روزیگولی حسن، برای نیکوبخت خدا داد و اما نتوانستند که موفق بشوند. بازی ادامه می‌یابد. در 4 بازی اخیر ببینید که دسته ما با دروازه رقیبان گل زدن نمی‌تواند. دو باخت پیام در بازی دوستانه از عربستان سعودی با حساب 4-0، 3-0 باخت از کره شمالی با حساب 10-0، حالا باشد باخت از مالزیا با حساب 1-0. حداقل ما یک گل به دروازه رقیبان زدن نمی‌توانیم. البته بازی که امروز مقابل مالزیا دسته ما داشت گرچه که فرصت ها بودن، یک بازی بود که البته باز هم برای ما امید میبخشد که در آینده فوتبال زنانه باز هم در کشور ما رشد خواهد کرد و نتیجه نیز بهتر خواهند شد. و با فوتبال زنانه نیز حالا توجه خیلی زیاد است و امیدواری ها هم است که در آینده نتیجه نیز بهتر خواهد بود. وقتی اعلان نموده داور اینجا خاتمه می‌یابد، ضربه کنجی به فایده مالزیا. فکر می‌کنم که پس از همین ضربه کنجی داور نیز صدای شکش را از انجام بازی بلند خواهد کرد. حالا اجازه می‌دهید در دور اخیر تماشابینان عزیز روز 5 ایول کره شمالی با مالزیا بازی می‌کند و فلسطین باشد با تاجیکستان بازی می‌کند و با همین بازی مرحله گروهی دور انتخابی جام آسیا 2026 به انجام می‌رسد و تنها یک دسته روی خود را به قسم نهایی مسابقه هموار می‌کند که آنجا آن دسته یا مالزیا یا کره شمالی خواهد بود که در دور آخر با یکدیگر بازی می‌کنند و این با یک بازی فینالی نیز برابر خواهد بود. کره شمالی داومی 15 سال اخیر در قسم نهایی مسابقه اشتراک نکرده است. مالزیا باشد داومی 25 سال اخیر و هر دو دسته البته تلاش خواهند کرد تا راه خود را به قسم نهایی مسابقه هموار کنند و در همان بازی تنها مالزیا را غلبه میتواند قانع گرداند تا آنها به قسم نهایی مسابقه راه ببرند. کره شمالی را نتیجه مساوی نیست حتی میتواند به قسم نهایی مسابقه برد چون که گل‌های آنها نسبت به مالزیا بیشتر است. ببینید که اگر مالزیا در دو بازی 2 تا به دروازه رقیبان زده باشد، پس کره شمالی در 2 بازی 20 تا به دروازه رقیبان زد و فرقیت را خود احساس کنید. اونجا شانسی مالزیا کمتر است و کره شمالی باشد الکی قدم استوار را گذاشته است بهر راه یافتن با قسم نهایی مسابقه. داور تا هنوز اینجا اجازه میدهد بازی ادامه یابد و به همین ترتیب صدای شکش را بلند میکند. ترانزیزن دسته مالزیا با یگانه گل هنریتا جاستین توانست که در همین بازی مقابل تاجیکستان ظفر یابد، شماره امتیازش را به 6 عدد رساند و در دور اخیر با کره شمالی روز 5 ایول بازی میکند. دسته ما باشد باخت دوم را به قید گرفت و در دور اخیر با فلسطین نیرو میسنجد و با همین شانس تاجیکستان برای راه یافتن به قسم نهایی مسابقه از بین رفت.
البته ناامید نباید شد، باز هم تمرین‌ها رو زیاد کرد تا در آینده باز هم نتیجه خوبتر و بهتر بگردد. فلسطین و تاجیکستان شانسی برآمدن از گروه را از دست دادند. کره شمالی و مالزی باشد تلاش را ادامه میدهند که آنجا یکی از آنها به قسم نیمه مسابقه راه می‌یابد. در همین جا در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه گزارش مستقیم خویش را به انجام می‌رسانیم. با شما بودم من شوره فریدون سفرزاده. صحتمند و پیروز و دوستدار فوتبال ببینید. خیر. بیو تست بیو تست به بچه‌ها تستر بیو В первом тайме было пару моментов, надо было использовать. Вот. Нет, и в конце мы получили просто из-за неопытности наших молодых игроков у нас замен не было. Все. Коч! Коч! Yes, cleric and coach. Cleric. Az javai ais kne baus ais nekne. Congratulations, you have been chosen as player of the match. Very interesting match between two teams who had equal chances in order to win. And what's your comments after the game? I think it's a big winning for us. It's my first time here in qualifier in Asian Cup. So we bring back our 6 points and we give hopes to our team, especially to Malaysia, to have another big win against DPR Korea. Nothing is impossible, but we need to keep our head high and yeah, just keep believing in ourselves and the team. Yeah. Thank you very much. Good luck. Thank you.